بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق و نور و برکت خدمت تو دوست همسفر همراه، پرم از شعف و ذوق و شوق که میخوام سمتت جاریش کنم. پس زود یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. قرار نفس رو به یاد بیاری، همون نفخه الهی، برکت، پرانا، چی. این نفس شاهکار عالمه. شاید شنیدی که ما در زوجیت با الله هستیم. بستر این زوجیت کجاست؟ نفس. البته نفس آگاهانه. هوشیار باشی بر این نفس. وقتی نفس میکشی تو رو میبره کجا؟ عالم غیب. هو. تو دم و بازدم چی تلفظ میشه؟ هو. و هو عالم غیبه، همون گنج مخفی که خواست نمایان بشه. کنتو کنزن مخفیان. این گنج، این هو تبدیل شد به جمیع صفات الله. وقتی که هوشیارانه در سطح بالای آگاهی نفس میکشی وصل میشی به عالم غیب، به اعلی علیین. این نفس همون برکتیه که مسیح باهاش مرده زنده میکرد، بیمارا رو شفا میداد و امکانش رو تو هم داری. فیض روح القدس سرباز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. نفخه الهی، برکت الهی آن به آن در کامل ترین شکل خودش، شفا بخش ترین شکل خودش جاریه. منم که دارم نفس میکشم، چرا بی بهرم؟ اول این که ما داریم در سطح غریزی و حیوانی نفس میکشیم، نفخه رو دریافت نمی کنیم. دریافت نفخه منوط به هوشیار بودن بر نفسه و طلب کردنه. هیچ چیزی رو این عالم بدون اینکه طلب کنی بهت نمیده. خداوند تو مصحف شریف به تو اعلام کرده بخواه تا به تو داده شود. خب طلب کردم، اعلام کردم که گشودم، باز و پذیرا هستم به برکت جاری لحظه. چرا بازم دریافتش نمی کنم؟ تو اطراف خودت میدان داری. فکر کن این جسم تو، این کالبد تو درون یک دایره انرژیه. این دایره انرژی پر از احساسات انباشته شده توه. خنده هات، گریه هات، شادی هات، غم هات، لذت هات، کینه ها، خشم ها. وقتی حجم بیشتر این میدان بشه از کینه، خشم، غصه، حسرت، ناکامی، انتظار، ضعف، ظلمته، میشه شبیه حجاب، شبیه عایق و مانع نفوذ برکت میشه. البته که هر بار هوشیارانه نفس میکشی و نفخه و برکت رو میطلبی، برکت اطراف تو آن به آن جاریه. شروع میکنه به این که حجاب‌ها و عایق‌های اطرافت رو پاک کنه. هر چقدر تو بیشتر آگاه بر این نفس باشی، این میدان پاکیزه تر میشه. ما با نگه داشتن حسهای منفیمون و هی قطره قطره بهش اضافه کردن داریم خودمون رو بی بهره میکنیم، محروم میکنیم از برکتی که هر لحظه، هر نفس جاریه. وقتی زیاد تو ذهنتی، مشغله ذهنی داری، آگاه بر لحظه نیستی، تو خاطراتتی یا تو آینده‌ای، داری این میدان رو پر از حجاب و سم میکنی. یه مثال داره مصحف شریف برای تو. مثال فرعون و موسی، طرفداران فرعون، طرفداران موسی. اگه مسیر آرامشی باشی میدونی که فرعون نماد ذهنه و طرفداران فرعون ماهاییم که پریم از مشغله های فکری و ذهنی. حواسمون نیست که کجاییم، چی میخوریم، با کی داریم حرف میزنیم، چی میشنویم، چی میبینیم. طرفداران موسی با جان و نفس همراهن، هوشیار به لحظه‌اند.
قرآن برای اینکه تو رو آگاه کنه مشغله ذهنی و با فرعون بودن مدام چقدر آسیب زنه، مثال میزنه که رودخانه اون شهر برای فرعونیان تبدیل به خون شده و برای موسوی ها همون آب گوارای معمولی. تو این مثال چی رو میخواد بهت متذکر بشه؟ این که نفخه برکت الهی آن و آن جاریه. تو یه میدانی ساختی که سمیه، برای همین زندگیت حالت مسمومه، بیماره، پر از رنجه. خودت زندگیت رو، کامت رو خون کردی. خب هم تو هم جهانت صاحب داره. این وجود پیکره الهیه و صاحب این پیکره الهی میخواد که این پیکره رو پاک کنه، پاک نگه داره. اتفاقات زندگیت رو جوری میچینه که تو از این انباشتگی ها، جمع کردن های خشم و کینه و حسرت و اخلاقیات، خلقیات منفی پاک بشی. چطور؟ با اتفاقها و روابطت. تو برای پاک کردن یه لکه خیلی سخت از سطح یا لباست حتما یه پاک کننده قوی به کار میبری. پس هر چقدر این میدان تو انباشتگی سخت تری داشته باشه، طرف مقابلت باید سخت تر باشه، اتفاق باید سنگین تر باشه. اونی که میگی اومد خیلی عصبانیم کرد، خیلی خشمگینم کرد، خیلی من رو رنج داد، اومده که در این انباشتگی رو برای تو باز کنه. اتفاق یا نفر برای تو خشم و رنجش نمیاره، فقط عملش، حضورش باعث میشه که در اون مخزن پر از خشم و رنج تو باز بشه. پس نباید به نفر یا اتفاق بچسبی، باید فقط آگاهانه بشینی، مشغول نفسهای آگاهانه بشی و اعلام کنی که من اجازه میدم این خشم، این کینه، این نفرت، این درد، این رنجی که مشاهده شده رها بشه. خیلی مهمه که تو این انباشتگی رو رها کنی تا بتونی برکت جاری لحظه رو دریافت کنی. ما نفس میکشیم ولی ناهوشیار. به خودت نگاه کن، تبدیل شدی به ظرف سم یا ظرف شفا. بچه‌ها یه اشتباهی که پیش اومده اینه، ما نیومدیم تو این دنیا که بریم فلانجا مسافرت، یه شخص پیدا بشه اون عشقی که من نمیتونم به خودم بدم به من بده، یا کلی درس بخونیم و کار کنیم و یه منصب عالی به دست بیاریم که بتونیم خوب خرج کنیم. اصل اینه هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. تو به واسطه خوردن میوه ممنوعه دچار ظلمت شدی و خداوند اتفاقهای زندگی تو از مسافرتات، روابطت، زندگی مشترکت، کار و شغلت، حتی خریدهات، حتی بیماری جسمیت رو جوری چیده که تو اون نقش خراب رو پاک کنی. هر اتفاق فرصت بخشش، فرصت صبوری، فرصت عشق ورزی و پرستاری، فرصت خدمت، فرصت مهارت در یکی از اسماء الهیه. و تو این فرصت ها، تو اون ناهماهنگی، حجاب، عایقی رو که ساختی پاک میکنی. میشی مثل حضرت مسیح، حضرت محمد. اونا کجا ما کجا یک باور غلطه که شیطان به تو القا کرده. مگه ائمه مرسلین الگوی ما نیستن؟ الگو رو مگه دقیقاً عین برشی که دادن نمیندازن روی پارچه و پارچه رو به همون شکل در میارن؟ پس تو هم قابلیت این رو داری که دقیقاً شبیه الگوت بشی. ببین اصلا تو لازم نیست بشی، تو دقیقاً شبیه الگویی که بهت معرفی کردن هستی، کافی اضافات رو به تراشی. خب چرا داره این بحث الان اینجا میشه؟ چون تو سوار کشتی نور شدی و میخوای قلب هستی باشی، واسطه فیض باشی. علاوه بر جام آگاهی که جاری میکنی باید نفس پاکی داشته باشی، مجرای اتصال باشی که این برکت به جهان جاری بشه. امتیاز نفخه الهی فقط مال توه. هیچ کدوم از وجودهای دیگه حتی ملائک هم این امتیاز رو ندارن. شاید تا حالا ناهوشیار بودی بر این گنجی که درون تو قرار داده شده. شاید حتی خودت هم نتونستی استفاده کنی، چه برسه دیگه این که مجرا باشه که به عالم منتشرش کنی.
الان به یاد آوردی، آگاه شدی، باید موانع و حجابهاش رو برطرف کنی. باید مطهر باشی، پاک باشی تا مجرا بشی برای این نفخه. پس روزانه مشاهده کن صفات منفی که درون تو رو میشه و یه وقت خاص بذار برای اینکه فقط ببخشی و رهاشون کنی. همینطور خیلی شکرگزاری کن وقتی به واسطه یه رفتار یه نفر یا یه اتفاق در یکی از این مخزن‌های پر از ظلمت و انباشتگی تو باز میشه و وقت خاص بذار برای اینکه رها کنی آنچه که درون این مخزن انباشته شده. کینه است، خشم، عصبانیت، نفرت، حسرت، ناکامی، احساس ضعف. چی با خودت داری؟ روک بهت بگم اون آدمی که ادعا میکنی نمیبخشمش، خیلی من رو رنج داد، یه شوینده قویه که این کائنات فرستاده سمت تو تا اون انباشتگی خیلی سفتی که بهش چسبیدی رو خالی کنه. پس ببخشش رو رهاش کن، براش طلب خیر کن. تو این دنیا تشخیص دوست و دشمن خیلی سخته. شاید اون کسی که میاد یه خسارتی به تو میزنه، مالی رو از تو میگیره، فرستاده خداست و تو یه بدهکاری سنگین به خود خداوند و عالمش داری و این یه جهنم کوچولوه برای تسبیح حساب، برای اینکه تو پاک بشی. جهانها رحمهای الهی هستن و تو داری تو این رحم اکنونت آماده میشی برای تولد به رحم بعدی. هر چقدر پاکتر یک تولد سالمتر داری. یه نفس آرام و عمیق بکش. برای قلب هستی بودن، واسطه فیض بودن، نفس بستره. اما عمل لا کردن، مجوز، ویزای حضور تو عالم غیبه. لا کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه تو به یاد بیاری تمام اتفاقاتی که داری تجربه میکنی ذهنیه، حقیقت نداره. اینا رو کامل تو دوره رفرش برات توضیح دادم که چطور ما زندانی میشیم، طلسم میشیم با باورهای اشتباهمون، باورهایی که بهمون تلقین میشه، یه دنیای مجازی میسازیم و اتفاقها و آدمها رو اونجوری که هستن نه، اونجوری که باور میکنیم میبینیم. و همین الان متوجه شدی که تو یک میدان داری که این میدان هر اتفاق، هر رابطه، هر بهره‌مندی تو رو روش تأثیر میذاره. اصلا همین میدان توه، همین جنس و کیفیتی که ساختی داره سفارش تو رو به عالم ثبت میکنه. مهم نیست که تو در خودآگاهت و کلامت داری چی سفارش میدی، چی درخواست میدی. تو با این میدان یه جنسی برای خودت ساختی و دقیقاً سر همون جنس رو هم جذب میکنی. اگر پر از خشم و ناکامی باشه، نفرها و اتفاقاتی رو جذب میکنی که دوباره تجربه خشم و ناکامی رو برات بیارن. حالا اونجایی که میخوای مشغول نیایش، ذکر، نماز و اتصال بشی، باید لا کنی هر تجربه ای رو که مشغولشی، هر چیزی که داری بهش فکر میکنی. یه توقف به همه اینا میگی و به خودت اینجوری تلقین میکنی انگار که در هیچم، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. چند لحظه میخوام در هیچ باشم، مشغول نیایش. بچه‌ها، مراقبه، ذکر، نیایش، قرائت مصحف شریف، نماز، اینا همه نمادی از قرار عاشقانه تو با معبوده. تو قرار عاشقانه ما معطر، آراسته و قبل از حضور معشوق میریم. تو قرار عاشقانه از درد سرامون و دردامون نمیگیم. از دعوا با پدر مادرت، بیماری بچت، سختگیری رئیست، آبزیرکاهی همکارت تو قرار عاشقانت نمیگی. برعکس همه اینا رو لا میکنی. جهان قانون داره، مراتب داره، بخش بندی شده. قسمت دردها و خواسته های تو مربوط میشه به ملائک، به قوانین. باید قانونها رو یاد بگیری و خودت شروع کنی به درمان دردهات، به ساختن خواسته هات. 12 تا قانون به عنوان قانون آفرینش تو کانال مسیر آرامش هست. این محل
درد دلهای تو و طلبهای توه. حواست باشه قیمه ها رو نریزی تو ماستا. توی نیایش و ذکر، توی مراقبه، توی نماز محل درد دل و طلب و درخواست نیست. این یک قرار عاشقانه است. خداوند به نوح گفت از دردات و مشکلاتت به من نگو. یونسی که داشت از قومش غر میزد انداخت جایی که صدا و نشونی از این غرغرش به جهان نباشه. یعقوبی که نعمتهای اطرافش رو نمیدید و مدام یوسفش رو صدا میزد نابینا کرد. چشمی که نمیتونست نعمتها رو ببینه و شکرگزار باشه و حال خوب داشته باشه رو ازش گرفت تا به شکل نابینا بتونه جهان رو ببینه. اتفاقات تو زندگی ما هم میفته. چشمی که نعمت رو نمیبینه میگیره. اینکه همه رو کور کنه، نعمت رو میگیره. برای هر کسی به یه شکلی. اینا رو دارم برای چی میگم؟ برای اینکه لا کردن رو قبل از نیایشت، قبل از ذکرت یاد بگیری و بدونی اصلاً موقع ذکر، مراقبه، نماز، قرائت مصحف شریف جایی برای درد دل و ناله و ارائه قصه هات و کمبودهات و خواسته هات نیست. لا کردن میدونه شبیه چیه؟ وقتی یه بچه میخوره زمین شروع میکنه به گریه کردن، میدوی بغلش میکنی و میگی هیچی نیست، چیزی نشده. بچه به خود میاد، چند لحظه ساکت میشه چون هیچی نیست، چیزی نشده. تو بدترین شرایط زندگیت مثل همین زمین خوردن بچه به خودت بگو چیزی نیست، چیزی نشده و برو متصل شو. یه وقت خاص تو باید روزمره برای این لا کردن، نفس کشیدن هوشیارانه و ذکر بذاری. از این به بعد نیایشت رو هر جوری که هست، مراقبه است، ذکر، نماز، تلاوت مصحف شریفه یا قرائت ادعیه مختلفه. از زمانی که باید مشغول قوانین الهی و خلق خواستهات بشی جدا کن. برای رفع رنجهات و خلق خواستهات یه کار دیگه باید بکنی. یه سری آداب دیگه است. قوانین رو باید ازش باخبر بشی و وقت خاص بذاری برای کاشت، داشت، برداشت. هر موقع هم خواستی ناله کنی، غرغر کنی، شکایت کسی رو بکنی، یاد حضرت یعقوب و یونس بیفت. رنجها و دردها و قصهات رو فقط باید مشاهده کنی. بنویسی، بندازی دور. اجازه بدی که از درون تو رها بشن. ببخشی و رها کنی. کسی نمیتونه رنجهاش رو رها کنه که معتادشون شده باشه. ما از هر چیزی که روش هی تمرکز کنیم بافت ذهنی برامون ایجاد میشه و این بافت ذهنی سر جنس خودش خوراک میخواد. اگر تو بیشتر از یه نصف روز داری روی درد و غم و احساس بدی که اومده درون تو خودش رو نشون داده داری تمرکز میکنی، یعنی از اون جنس بافت ذهنی داری، معتادش شدی و این بافت ذهنی خوراک میخواد. یواش یواش توجهت رو از روش بردار، بیار روی شکرگزاری، روی پاکسازی تا این بافت ضعیف و ضعیفتر بشه و پاک بشه. دیگه از تو خوراک نخواد که بخوای هی بری سمت غم و غصه و دردهات. با تسبیحات اربعه به یاد آوردی همجهت شدن با ذات الهی رو، همساز شدن با ذات الهی رو. بهت بگم که کل این تجربه زندگی رو، کل این عمر رو تو برداشتی فقط برای همین همساز شدن، همجهت شدن. چون از اونجایی که دچار صفات ظلمت شدی سازت فالش شد، حرکتت خلاف جهت شد. این هفته باز قولمون تسبیحات اربعه است، البته کاملتر. الان لا کردن و بستر اتصال و مجرا و قلب هستی بودن رو هم فراهم میکنی. ذات ما بخششه، خدمته. نیومدیم که بگیریم، اومدیم که فقط ببخشیم. مثل قلب خون رو میگیره و نشر میده، چیزی نگه نمیداره. ما هم فیض الهی رو میگیریم و نشر میدیم. به زندگی ها نگاه کن، حتی خودت، اونایی که فقط گیرندند
ترس و ناامنی احاطه‌شون میکنه، وابستن، یادشون از خدا میره و میچسبن به همون قالبی که دارن ازش دریافت میکنن. بت پرست میشن، مشرک میشن، کافر میشن. و وقتی اون قالب، اون تجلی انسان باشه یا یک فعالیت، یک نمود مثل شرکتشون، محل کارشون، دلار مملکتشون پایین بالا بشه، حالشون خراب میشه. میخوایم از این ترس و نگرانی فاصله بگیریم، بخشش رو امتحان کنیم. برای همین یه بستر باز میکنیم و هر چه که هست رو لا میکنیم و شروع میکنیم دونه دونه جام‌های برکت رو دریافت کنیم و به جهان نشر بدیم. این یعنی ذکر. ما دو نوع ذکر داریم، ذکر جلی، ذکر خفی. ذکر جلی اونه که تو کلمه رو، واژه رو تلفظ میکنی. اما ذکر خفی اونیه که اون رو تو قلبت حس میکنی و تکرار میکنی. شروع کن این هفته بین ذکر گفتنت تلفظش نکن، تو قلب تکرارش کن. این یه میدان خیلی قوی تر برای تو میسازه، انسجام قلب و مغز رو میسازه. یه یادآوری، یه تذکر، یادت باشه این جمع، این کانال، این گروه برای ذکر و ختومات نیستا. اینجا درسته غلطه، چند تا بخونم کی بخونم نداریم. اینجا تمرین اون چیزیه که تو به خاطرش یه عمر از خدا هدیه گرفتی. قلب هستی بودن، واسطه فیض بودن. با خودمون و خواستمون کار نداریم. میبینی که تو توضیحات و تمرین ها ما نایبیم، نیابت برداشتیم. نیابت برای هر نبض تپنده تو این هستی. تمرین میکنیم واسطه فیض بودن رو، در وحدت نفس کشیدن رو. اون منبع شعف، آرامش پایداری که پیش میگردی تو همین فعالیت نهفته است. بهت بگم هوشیاریت روی نفسات هر چقدر میره بالاتر، تو عاشق نفسهات میشی، عاشق خودت میشی که مجرا شدی. خداوند کد دلخوشی و شعف رو فقط روی واسطه فیض بودن نوشته. هی میگن عاشق خودت باش، خودتو دوست داشته باش. وقتی در لا بشینی، هوشیارانه خودت رو تطهیر کرده باشی، از یه میدان مسموم نفخه الهی رو دریافت کنی و بشی مجرای نشر اون به عالم و مثلا جام تسبیحات اربعه رو دونه دونه به عالم جاری کنی. مگه میشه که حظ خودت رو نبری، عاشق خودت نباشی این لحظه؟ آی کیف داره، آی لذت داره، شیرین شعف داره. آداب این شکلی ذکر گفتن رو بچه ها زحمت کشیدن، خلاصش رو توی گروه گذاشتن. اون رو مرور کن و این هفته نفس هوشیارانه و لا کردن رو هم بهش اضافه کن. و فراموش نکن که نفخه و برکت الهی رو وقتی دریافت میکنی که طلب کرده باشی، گشوده باشی، پذیرا باشی به برکت جاری لحظه و حجاب رو، همون میدان سمی رو تطهیر کرده باشی تا این نفخه در شکل کاملش به تو برسه. یه نفس آگاهانه بکش به نیت برکت، نفخه. این نفس که خودش بستره یه ظرف میخواد، یه جام میخواد و تو این ظرف و جامی. سطح آگاهی تو، میزان دریافت تو از این نفس رو معلوم میکنه. هر چقدر بر ذکری که داری میگی آگاه تر باشی، معناش رو بهتر بدونی، ظرف مهیاتری هستی. پس اون واژه‌ای رو که داری تلفظ میکنی بر معناش آگاه باش و تجسم کن که هر بار که تلفظ میکنی یه جام پر از نور داری خالی میکنی. لازمه که همزمان با نفس و ذکری که داری جاری میکنی آگاه باشی بر معناش. این معناست که شفا بخش جهانته.
پس هر فایل رو چند باره گوش کن و خلاصه معنی رو که از ذکرها دریافت میکنی حتما یادداشت کن. یه چیزی بگم، هر چقدر آگاهتر بر معنای واژه‌ای که داری تلفظش میکنی باشی، جام سنگین تری رو بلند میکنی. الان برای خودت یه تعریف از لا، یه تعریف از نفس، یه تعریف از حجاب و میدانی که اطرافته و یه تعریف جدید از تسبیحات اربعه بنویس. وقتی خوب فهمیدیشون، اون وقت به درک این که تو قلب هستی، واسطه فیض هستی رسیدی. این یه گام سمت خلیفت الله بودن. یه سری مقام ها باید طی بشه. اولیاء الله بودن، ابرار بودن، مقرب بودن و خلیفت الله بودن. مقدمش، شروعش، پله اولش اینه که رسالتت رو به یاد بیاری و اجرا کنی. قلب هستی بشی. وقتی این رو متوجه شدی، بیا با قدرت تو گروه بنویس: من قلب هستی، واسطه فیض الهی هستم. میدونی که من هستم قدرتمندترین جمله عالمه. وقتی می نویسیش رو ناخودآگاهت ثبت میکنی و بقیه بچه ها، ذهن ها، وجود ها مشاهدش میکنن، میشن قدرتی که این بیان تو، این من هستم تو رو حمایت میکنه، شارژ میکنه. با این توضیحات این شعر، این غزل رو حتما بهتر متوجه میشی. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کو به تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان، قدح باده به دست، و اندر آن آینه 100 گونه تماشا میکرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. تو کشتی نور مشغول پاک کردن غبار جام جمعی هستیم که داریم پیش همه جا غیر از درون خودمون میگردیم و اینجا همون قدحی که خرم و خندان دست اون شیخ بوده به دست تو داده میشه که به جهان جاریش کنی. تو مسیر آرامش زیاد از من شنیدی که به برکت جاری لحظه گشوده باش، پذیرا باش. الان متوجه شدی که خداوند در قالب مقربین، مرسلین، عرفا و واصلینش، حتی تو، داره جامهای برکت رو به جهان جاری میکنه و فقط کافیه که گشوده و پذیرا باشی و موانع رو برطرف کنی، میدانت رو پاک کنی. ازت میخوام این هفته جدای از این که قبل از ذکر تسبیحات 40 تا نفس میکشی، چند مرتبه دیگه تو روز هوشیارانه همه چیز رو لا کن و 40 تا نفس آگاهانه بکش. به خصوص ابتدای صبح و شب قبل خواب، با آگاهی بر این که این نفخ برکته، شفاست. با این نفس طول سفرمون خیلی کار داریم. یاد بگیر و یاد بده. برکت باشه برای هممون این شانس، این فرصت، این رستگاری. نور باشی.